سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من با یه ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوایم راجع به Urlaub صحبت کنیم. Ich fahre in den Urlaub. من به سفر میروم. من به تعطیلات میروم. بیشتر سفر. Ich fahre in den Urlaub. Wo machst du Urlaub? کجا سفر میکنی؟ Wo machst du Urlaub? Ich habe mich entschieden, diesen Sommer Urlaub in den Alpen zu machen. Ich habe mich entschieden, diesen Sommer Urlaub in den Alpen zu machen. من انتخاب کردم این تابستون سفر به آلپ بکنم. خب ما با این جمله گفتیم به کجا میخوایم سفر بکنیم. ولی ما میخوایم این جمله رو یه ذره قشنگ‌تر بکنیم. مثلا میخوایم بگیم چرا میخوایم اونجا تعطیلاتمون رو بگذرونیم. میگیم Ich habe mich entschieden, diesen Sommer Urlaub in den Alpen zu machen, مثلا die atemberaubende Landschaft zu genießen. من تصمیم گرفتم این تابستون به آلپ سفر کنم که از منظره اونجا لذت ببرم. Ich habe mich entschieden, diesen Sommer Urlaub in den Alpen zu machen, die atemberaubende Landschaft zu genießen. دوستان اینجا atemberaubend یه ادجکتیوه که من متاسفانه نمیدونم دقیقاً چجوری به فارسی براتون توضیح بدم، ولی انگار مثلا اون منظره داره، مثلا نفسمون رو میگیره. نمیدونم دقیقاً کلمه‌ای براش وجود داره یا نه. ولی ببینید این دومین جمله‌ای که من گفتم خیلی قشنگ‌تره از اون جمله اول که گفتم خیلی ساده بودش. یه بار گفتم کجا میخوام سفر کنم و یه بارم گفتم چرا میخوام به اونجا سفر کنم. تازه از یه ادجکتیو قشنگم استفاده کردم.